درود دوستان، چطورید؟ خوش اومدید به ویدیو دیگه از کانال من. بچه‌ها امروز قراره از لو تیر 5 که بازی خوبیه خب، ولی ما نیاز داریم قوی تر باشیم و همه رو بکشیم و درو کنیم. قراره به های تیر 4 تبدیل بشه. اگه دوست داری تو هم مثل من بشی تا آخر ویدیو همراه من باشید. بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب دوستان ببینید، برای کریستال پی پی انکر پلیس کردن و سریع ترکوندنش خیلی مهمه، چون دمیج به شدت زیادی به دشمنمون میده. پس باید چیکار کنیم؟ ما به ماد انکر اپتیمایزر نیاز داریم که حالا لینک دانلودش داخل دیسکریپشن هست، میتونید برید دانلود کنید. و اینکه ببینید الان وقتی شما ماد انکر اپتیمایزر رو نصب کردید، خب شما ببینید این انکر و گلو استونتون رو باید یه جایی بذارید که بتونید با عددهای روی کیبورد بزنید. مثلا من گذاشتم 1 و 2. خب سریع کلیک راست میکنم. خب کلیک راست میکنم و اینجوری بذارید براتون یه بار سریع میشه. خب ولی کلیک راست رو باید دابل کلیک کنید. دابل کلیک امیدوارم بدونید چیه، برای بدوارز هم هستش. خب دابل کلیک یعنی 2 تا انگشتی میزنید رو یه طرف موس. خب و الان چون کریتیو هم دارم هی پرت میشم بالا. خب شما اینجوری بعد اینکه بتونید قشنگ یاد بگیرید من افتادم. ببینید پس چی شد. شما مثلا من گذاشتم روی 1 و 2 این انکر رو گلو استونمو. خب این با 1 میزنم کلیک راست، من دارم دابل کلیک میزنم دیگه. خب کلیک راست میشه. خب دابل کلیک ها کاری نداشته باشید چون مغزمون گیج میشه. خب شما فقط دابل کلیک میکنید اون کنار دیگه، دستش نمیزنید، فقط دابل کلیک میکنید و 1 و 2 رو اسپم میدید اینجوری. خب نگاه کنید الان من براتون یه بار دیگه هم برم. خب ببینید یعنی چی میشه. شما 1 رو که میزنید این پلیس میشه انکر، 2 که میزنید گلو استون میخوره بهش و دوباره 1 که میزنید میتره که بعد دوباره همون موقع پلیس میشه. خب بله اینجوری. خب اینجوری دمیج خیلی زیادی هم به حریف میخوره، همینجوری توتم پاپ میکنه. خب و افتادم و چیزهای دیگه هم که باید بدونید و بریم ببینیم چیا هستن. خب ببینید دوستان الان میخوایم بریم سراغ بحث کریستال و ابسیدین. خب ببینید شما نیاز دارید که یه دمیج بدید همزمان ابسیدین و کریستال رو پلیس کنید. نگاه کنید اینجوری. خب خیلی سریع باید کار کنید. و چیزایی که برای کریستال پی پی نیاز داریم گفتم انکر اپتیمایزر بود و کریستال اپتیمایزر هم هستش، براتون میذارم داخل دیسکریپشن اونم دانلودش رو. حالا در صورتی که بخوایم یه کار دیگه کنیم، ببینید شما میخواید دمیج بدید زمان ابسیدین هم بذارید کریستال هم بذارید تا اون یارو تو هواه، یعنی اومد زمین دیگه فایده نداره. خب پس باید چیکار کنیم؟ من خودم چیکار کنم وقتی انکر رو میزنم میرم پایین، خب ابسیدین هم میذارم میتره کنم، خب کریستال میتره کنم بعدش. ولی اگه بخوام رو سطح صاف مثلا اینجا بخوام پی پی کنم چیکار میکنم؟ ابسیدین رو میذارم دمیج رو میدم قشنگ. ببینید الان اینم باید روی عددهایی باشه که بتونید انجام بدید. مثلا براتون ببینید سورت باشه 1. خب بین این 2 انگشتاتون فاصله باشه. نگاه کنید دمیج رو که میدید 1 رو میزنید دمیج رو میدید 3 کلیک راست و کلیک چپ. خب بعد حالا ببینید چجوری میشه. بذارید من یه دونه زومبی اسپان کنم. ببینید دقیقا اینجوری. برو ببینید. خب ببینید یه آیرن گولم میخوام براتون تست کنم. زامبی اینجا و تیشو میگیره. خب یه آیرن گولم میخوام براتون تست کنم. ببینید آیرن گولم رو من اسپانش کردم. خب شما ابسیدین رو میذارید یه دمیج میدید 3 رو میزنید. حالا دقیقه
شما ابسیدین رو گذاشتید درسته، یه دمیج میدید سه رو میزنید، بعد کلیک راست کلیک چپ. ببین الان سروایوال میکنم، نگاه کنید یه دمیج میره تو هوا، نگاه کن. آخ مردم. نگاه کن ابسیدین میذارید. اینجا نمیشه تستش کرد، بدین داخل یه سرور پرکتیس باشه. خب دوستان اومدیم یه دونه سرور دوئل بریم. حالا به درخواست یکی از بچه ها اومدیم اترنال که رفت. الان داداش یه دقیقه دارم توضیح میدم، بذات من اینو یه دقیقه بزنم. اوکی جی اومد. این شما ابسیدین رو میذارید، بعد همزمان باید نشد یه دقیقه بذارید. دیدید چقدر سریع شد؟ یعنی باید تمام عددهای روی کیبوردتون حفظ باشید، یعنی دیگه نخواید کلتون رو بیارید پایین ببینید عددا رو. خب یعنی اینقدری باید سریع پی وی پی کنید و یاد بگیرید که این حالا این از انکر و کریستال که براتون توضیح دادم. مادایی که نیاز داریم هم گفتم، اپتیمایز کریستال اپتیمایزر و انکر اپتیمایزر، و یه چیز دیگه هم که نیاز داریم ریسورس پک چی حالا نیاز داریم؟ ریسورس پک هایی که من دارم بذارید بهتون نشون بدم. ریسورس پک هایی که نیاز دارید ریسورس پک مارلو و این ریسورس پک که هر جفتشون داخل دیسکریپشن براتون گذاشتم و داخل پی وی پی خیلی کمکتون میکنه. و آره خلاصه خب دوستان اینم بود از این ویدیوهای. خوشتون اومد لایک کامنت سابسکرایب فراموشتون نشه و تا یه ویدیو دیگه فعلا بدرود.